65 یا 66 بود که به دنبال انتشار کتابنامه پهلوانی ما پروفسور درمه که رئیس گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه ناپل بود به ایران مراجعه کرد و از من خواست که چون کتاب شما رو ما بهترین شیوه آموزشی زبان پهلوی تشخیص دادیم، شما تشریف بیارید به دانشگاه ناپل 3 سال برای ما درس بدید. خب آیا میایید به دانشگاه ناپل و دعوت ما رو میپذیرید؟ من بهشون گفتم نه، خواهش میکنم، من نمیتونم بیام. گفت که خب برای چی نمیایید؟ گفتم من در کودکی با خدای خودم پیمان بستم که اگر از خاک امروز ایران میرم بیرون، اول باید برم خاک کابل و خاک سمرقند و بخارا رو ببوسم، بعد اون وقت به جاهای دیگه برم. و چون به اونجا نرفتم بنابراین نمیتونم بیام به ایتالیا. گفت شما حالا به سمرقند و بخارا رفتید؟ گفتم نه نرفتم. گفت که میخواید برید؟ گفتم که آرزو دارم، از کودکی این آرزو داشتم. گفت گذرنامه دارید؟ گفتم که خب کسی که نمیخواد از ایران بره بیرون که گذرنامه میخواد چیکار کنه؟ نه ندارم. گفت شما گذرنامه رو تهیه کنید و ما اونجا ترتیب میدیم که دوستانی داریم از شما دعوت کنن برین سمرقند بخارا، بعداً بیاین ایتالیا. اون وقت بعداً میاین ایتالیا. گفتم برای 1 ماه یا 10 روز برای دوست سخنرانی میام، اما برای اینکه بیام دانشگاه شما درس بدم 3 سال نه، من نمیتونم بیام. گفت که چرا نمیتونید بیایید؟ من گفتم که مادر پیری دارم که من باید نگران او باشم، من نباید بیام. گفت که این که دردی نیست که خب مادرتون رو با برانکارد میتونیم بیاریم اینا تا سوار هواپیما کنیم اونجا، هم همینطور یه خونه ویلایی در جنگل نزدیک ناپل به شما میدیم، اونجا به خوبی میتونید ذکر کنید. مادر من حرکت نمیتونه بکنه. گفت نه بالاخره میشه یه کاری کرد دیگه با چرخ و اینها. اتفاقا جایی که نشسته بودیم دماوند دیده میشد. گفتم نگاه کنید آقای پروفسور، چین دامن مادر منو ببینید، دماوند، سر با آسمون افراشته، با آسمون موتور صحبت میکنه، با ستاره ها آسمون نمیتونه. مادر من نمیاد، من باید اینجا پرستارش باشم، من باید نگهبانش باشم. چشمای پروفسور پر اشک شد، سخن به پایان رسید. ولی بعدن گفت آخه در این جریانات همه آرزو دارن برن از ایران بیرون تو این جنگ. من بی هوا همینه. این گفتار رو گفتم بی وفا مردا که در هنگام تب و ناخوشی مادر او رو ترک کند. من باید اینجا باشم، ملازم مادرم باشم.